چی؟ لقمه سیب زمینی پنیری درست کرد؟ من میخوام درستش کنم. سیب زمینی آبپزامون رو به هر روشی که دوست دارین پوره میکنیم، بهش آرد، نمک، آویشن و کره ذوب شده اضافه میکنیم. میافتیم به جونش تا خمیری بشه. یه تلفن یه سطح کار میکشیم، خمیرمون رو روش میذاریم، من روش تلفن میکشم، با بردن بازش میکنم. حالا باید پنیرای موتزارلا رو وسطش قرار بدیم. در همین حین روغنمون هم گذاشتیم داغ بشه. حالا باید با کمک همین تلفن جمعش کنیم. یه 5 دقیقه بره تو فریزر. یه لحظه بیا قبل از اینکه سرخش کنی اون دکمه فالو رو بزن، چون من همه چیزای ترند تیک تاک و اینستا رو به یاد میدم. عجب آدمی هستی. اگه روغنتون داغ باشه جذب روغنش خیلی پایینه. من الان تو میز منی تکون نخورد. بابا کش میاد. خیلی دخترم رفت خدا. اینکه پنیر زیاده بر من، اینکه پنیر